شغل اساسی مردم تابع جماعت دهاتی به نام میرزا ترسزاده شهر حصار کشاورزی بوده. همسالک دهقانان تمام نمود زراعت‌های کشاورزی را کشت می‌نمایند. دهقانان خودجگری خرد و بزرگ این گوشه وطن کوشش می‌نمایند که بهره پر کردن امنیت عضوخواری کشور سهمگذار باشند. امروز در حدود جماعت دهاتی به نام میرزا ترسزاده زیاده از 600 خودجگری دهقانی انفرادی فعالیت می‌نمایند که در یک سال زیاده از 3 مرتبه حاصل نسل به دست می‌آورند. کشتی بیشتر زراعت‌های کشاورزی از اون جمله مثال کشتی کارتوشکا، پیاز، پامیدور، بادرینگ در کشت تکراری ما زمین‌های خالی در حدود جماعت دهاتی به نام میرزا ترسزاده چه بلکه سرچشمه بهبودی زندگی مردم از حساب زمین هم میباشد. تا حال در حدود جماعت به نام میرزا ترسزاده زمین‌های خالی مانده نیست. موافق نقشه تسهیل‌گردیده امروز ما در خودجگری دهقانی انفرادی 35 گکتار کشتی زراعتی تکنیکی پخته را گذراندیم. چخیلی که شما میبینین عین حال قرار داریم پخته نشر نمایش خوب میباشد به خاطر اونه که کارهای اگراتکنیکی را خوب به راه مانده شده است. باید گفت کشاورزان تابع جماعت دهاتی به نام میرزا ترسزاده شهر حصار با کاربری عاقلانه و ثمرناک و طرز خوب استفاده هر قطعه زمین نه تنها در فراوانی خوانی همروزه اینچنین در بودجه عائله و در تامین کردن بازار داخلی با محصولات تر و تازه موسمی و پسشوی نرخ آن حصه میگذارند. در حدود جماعت دهاتی به نام میرزا ترسزاده زیاده از 22 گکتار تربوز کشیده است. این حاضر چنان میبینیم که همه در تردید جمع‌آوری هست. تربوزهای حدود خودجگی‌های دهقانی جماعت در تمام بازارهای شهر و ناحیه‌های تابع مرکز دسترس می‌شود. در شهر حصار با مقصد تامین بازار استعمالی مسئولین سال تا سال مساحت زمین‌های کشت را افزون می‌گردانند و کوشش می‌کنند همیشه بازارهای محلی و شهر و ناحیه‌های نزدیک و پایتخت جمهوری را با محصولات تر و تازه تامین نمایند.